بچه ها سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخوام یه سوال از ریاضی دهم حل کنم براتون، دنباله درجه 2 که این تمرین کتابتونه. اینو حل میکنیم به روش خفن و در ادامه مثال های بیشتری هم خواهیم زد. همونطور که میبینین یه دنباله درجه 2 داده، 5، 8، 13، 20 و 29. خب میدونیم که دنباله ها اگر فاصله شون ثابت باشه بهشون دنباله خطی یا الگوی خطی میگن. همونطور که میبینید اینجا فاصله شون ثابت نیست، یعنی نگاه کن بله به 3 شده، بله به 5 شده، بله به 7 شده، بله به 9 شده. چون در رده اول در فاصله اول فاصله شون ثابت نیست، اینا الگوی خطی نیستن، برای همین بهشون میگن اگر در فاصله بعدی ثابت در بیان بهشون میگن دنباله درجه 2. دیگه خطی نیستن و درجه 1 نیستن، میشن درجه 2. خب همونطور که میبینید در فاصله اول اینجا 3 تا، بعد 5 تایی رفته، بعد 7 تا، بله به 7، بله به 9 و در فاصله بعدی به علاوه 2 به علاوه 2 به علاوه 2. در فاصله دوم یعنی در حالت فاصله در واقع به فاصله ثابت رسیدیم. برای حل اینجور سوالات ما میتونیم هم از رسم شکل استفاده کنیم که خب بعضی از بچه‌ها با رسم شکل باز هم به فرمول دست پیدا نمی‌کنن. ما بدون رسم شکل میخوایم که یک فرمول خفن بگیم برای حل این مدل سوالات. خب وقتی که فهمیدین دنباله درجه 2، خب چی کار میکنیم؟ اگر فهمیدین دنباله درجه 2، گفتیم برای تشخیص دنباله درجه 2 یعنی باید فاصله شون ثابت باشه. خب الان ما فهمیدیم دنباله درجه 2. بعد از اینکه متوجه شدیم میایم بچه‌ها فاصله ثابتمونه، یعنی عدد این آخری رو، فاصله ثابت رو مساوی با 2a قرار میدیم. یعنی ما الان یه فرمول داریم 2a مساوی با 2. اوکی؟ بعد یه فرمول دیگه در مرحله بالاتر میریم بالا. اولین فاصلمون 3 هستش. اولین عدد فاصلمون رو مساوی با 3a به علاوه b قرار میدیم. پس ما یه فرمول دیگه داریم 3a به علاوه b مساوی با 3. این هم میخوایم حلش کنیم و در نهایت میریم اولین عدد دنبالمون رو یعنی اینجا رو مساوی با آی به علاوه بی به علاوه سی قرار میدیم. خب حالا میخوایم بریم اینم حلش کنیم. آ به علاوه بی به علاوه سی. خب به ترتیب میریم اولین یکی رو شروع میکنیم به حل کردن. 2 مساوی با 2. میگیم 2 مساوی با 2 باشه، خب آ میشه معلوم دیگه 1. 2 تقسیم بر 2 1. من آ رو در آوردم. بعد میریم سراغ این عبارت 3a به علاوه ب مساوی با 3 رو میخوایم حل کنیم. به جای آ میذاریم 1، پس میشه 3 ضرب در 1 به علاوه ب مساوی با 3 و از اینجا شد 3 به علاوه ب مساوی با 3 و از اینجا ب میشه 0. درسته؟ اینم از b و میریم سراغ c. خب ما گفتیم که آ به علاوه ب به علاوه c بشه مساوی با 5. این بالا گفتیم مساوی با 5. خب حالا میایم به جاش میذاریم. آ شد چند بچه‌ها؟ 1. بی شد 0. میخوایم سی رو در بیاریم. خب پس آ شد 1 به علاوه 0 به علاوه سی مساوی با 5 و از اینجا سی برابر میشه با 1 میره اونور. 5 منهای 1 و سی شد 4. خب من آ و سی رو در آوردم. خب حالا که چی؟ بچه‌ها نگاه کنید دنباله درجه 2 فرمولش خب حالا در فصلهای بعد میخونین هست ax2 به علاوه bx به علاوه c که از اون اگر الگو بگیریم دنباله درجه 2 به این صورت فرمولش an2 به علاوه bn به علاوه c. یعنی این هست جمله عمومیه که با an نشون میدیم اندیس n، جمله عمومی دنباله درجه 2. خب شد an2 به علاوه bn به علاوه c. خب حالا خیلی راحت آ رو در آوردیم، ب رو در آوردیم و c رو هم در آوردیم و میریم جایگذاری میکنیم. آ شد 1 پس شد 1 n2 به علاوه bn، b شد 0 ضرب در n و به علاوه c هم که شد 4. خب 0 ضرب در n میشه خود 0 دیگه، اینو دیگه نمی نویسیم. پس فرمول من در نتیجه an من شد الان n2 به علاوه 4. به همین راحتی به فرمول جمله عمومی درجه 2 این دنباله دست پیدا کردیم. متشکرم از اینکه منو لایک میکنید.